دوستان سلام، چطورید؟ اومدم یه ویدیویی فقط بگیرم راجع به مشکلات ماشین صحبت کنم یه مقدار که چیکارا قراره بکنیم، چیکارا قرار نیست بکنیم. خلاصه که اومدم راجعش صحبت کنم، مشکلات ماشین رو بگم و قرار خیلی خفن‌تر نسبت به اولش جمع بشه این ماشین. الان یکی یکی بخوام مشکلاتش رو توضیح بدم. مثلا شیشه دودیش نمیدونم تو تصویر پیداست یا نه. شیشه دودیش اینجاش چروک شده، یه سری جاش مثلا خوب نیست، خوب نخورده. بالاخره خودمون قرار انجامش بدیم تک به تک کاراشو. بعد چراغ سقفیش خراب شده دیگه، خیلی مشکلات داره. حالا یکی یکی بهش میپردازیم چی به چیه. فقط اومدم راجبش که یه ذره صحبت کنیم، یه ذره کنار هم باشیم، یه ذره همدیگه رو بیشتر بشناسیم، ببینیم هدفمون چیه، قراره چیکار انجام بدیم. بعد همین دیگه. خیلی چیز عجیبی نیست. میخوایم یه ماشین جمع کنیم کنار هم دیگه، با هم دیگه یاد بدم بهتون، حتی اگه چیزی بلد باشم یا حتی اگه شما چیزی بلد باشید تو کامنت ها به من یاد بدید، من اصلا برای دفعات بعد تو ویدیوهای بعدی انجام بدم. خلاصه که بخوام از قبل شروع کنیم، من مثلا از قبل این ماشین یه دور جمع کردم. یه دور ماشین جمع کردم، خیلی ساده سطحی جمعش کردم که مثلا حالا یه رخی داشته باشه. به مرور اون جمع شدن خراب شد دیگه. مثلا حالا توجه من نسبت به این ماشین ذره کمتر شد، سر همین این داستان اتفاق افتاد. مثلا شیشه دودیش مثلا قبلا بد نبود، شیشه جلوش بالا برش خراب شد، زد تصمش، مثلا این شیشه دودی یه ذره خط افتاد روش دیگه، از بین رفت کلا. این شیشه دودی داره از بین میره، رنگش کم رنگتر شده. خلاصه که حالا کنار هم دیگه این ماشین رو جمعش میکنیم. تو پارت های قبلی، یعنی تو فصل قبلش که تو اینستاگرام بود بیشترش، ببین من ویدیوهای سطحی رو تو اینستاگرام میذارم. حالا آیدی اینستاگرام هم زیر همین کپشنش مینویسم، تو کپشن ویدیو. فصل قبلی من کمربنداشو آبی کردم، 4 تا کمربندشو، این کمربنده مشخصه دیگه تو تصویر، 4 تا کمربنداش آبی شد، دکوراتیوش مشکی پیانویی شد، دریچه کولراش استیل شد. ولی اینا رو دوباره از اول قراره این حرکت رو بزنیم، سیستم صوتیشو قراره آپدیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا به جای اینکه باند باشه و سوپر تیتر دیگه، اینا منسوخ شدن دیگه بهش، به روشی. اینا مثلا برای اون زمان بوده. الان دیگه مید رنجا و فول رنجا و سوپر تیترهای قوی تری اومده به بازار، وارد شده، عرضه شده و خب خیلی کیفیت بیشتری از باند دارن. باندا بیشتر برای کیفیتن دیگه، ولی خب اونا برای پرتاب صدا و وضوح صدا و باز بودن. قراره اینجا میدرنج خفنی کار کنیم به علاوه نورپردازی و از اینجور در داستانا. بعد پنوماتیک هم داره این ماشین که قراره پنوماتیکش حالا اگه تونستم خودم دیزاین بزنم، بعد یه ذره ارتقا بدم. مثلا الان تک کمپرسور پنوماتیکمون یه سری مثلا آپشن‌ها رو نداره، یه سری آپشن‌ها رو اضافه می‌کنیم بهش، دیزاین می‌زنیم، خوشگل‌ترش می‌کنیم. خلاصه خیلی کار داریم کنار هم دیگه. تو مرحله اول سعی می‌کنیم عیب و ایرادای ماشین رو برطرف کنیم. خیلی عیب و ایراد توش ایجاد شده، مخصوصا بدنش دیگه داره از بین میره. مثلا بشینیم بدنه رو دیگه درست کنیم، کم کم رینگ و لاستیک بهش اضافه کنیم. همه رو حالا طی ویدیوهای آینده بهتون نشون میدم. رینگ و لاستیک اضافه میشه بهش، بدنش درست میشه، پولیش میشه، سرامیک میشه، حتی جایی که رنگ نیاز داشته رنگ میشه. قرار کل ماشین رو میخوام صداگیری کنم، از در، ستون، سقف، حتی نمد اینا رو باز کنیم، زیرشون دمپینگی چیزی کار کنیم که حالا هم عایق صدا و حرارت و این چیزا باشه. رو دریاش قرار عوض شه. حالا کم کم بهتون نشون میدم که کجاش مشکل داره، کجاش مشکل نداره. یه ذره تجهیزات فیلم برداری من اوکی نیستش. الان این میکروفونی که دست منه زیاد میکروفون خوبی نیست، مثلا صدا اگه بد میاد یا حالا یه کاریش میکنم در آینده، اینا حالا مهم نیست، ولی دیگه شما راه بیاید با من. خیلی قراره حرکت های عجیبی بزنیم، حالا یکی یکی بهتون نشون میدم. بریم سر مطالب دیگه‌اش. راجع رودریه صحبت کردم، حالا راجع به فنی ماشین هیچ مشکلی نداره. تنها حرکتی که قرار روی فنیش بزنیم احتمال زیاد موتورش یه ذره ترتمیزتر کنیم، یه رنگامیزی برای موتورش داشته باشیم و یه ذره هم تقویت کوچیک، چون با توجه به اینکه سیستم حالا سنگینی داره، پنوماتیک داره، ماشین وزنش زیاد شده. این وزن زیاده، باید این
بکشه دیگه بالاخره این ماشین حالا موتور پراید دیگه آنچنان زور خاصی نداره، باید یه ذره تقویت بشه که بتونه این اضافه وزنی که روش ایجاد شده رو با خودش بکشه، حمل کنه به همچین حالتی، یه شتاب خوبی داشته باشه حداقل. بعد بیرون ماشین فقط یه آینم شکسته که حالا نشون میدم اینو بهتون، آینه شکسته که باید بریم اینو بدیم لیزر کنم. تو پارتای دیگه ویدیو اینا رو همه رو از بازسازیش، از قدم به قدم کارهایی که قرار بکنیم ویدیو میگیرم میذارم، حالا پارت به پارت میشه، کل داشبورد و بدنه ماشین همه چیز باید صدا گیری کنم، کل همه اینا باز میشه مثل حالا ویدیوهایی که توی اینستا. بعد آپشن های جدید اضافه میشه، اینو بهتون بگم آپشن های جدید اضافه میشه باز روی این ماشین، به اندازه کافی آپشن داره ولی باز آپشن های جدیدتر اضافه میشه. این ماشین قشنگ قراره یه ماشین خاص شه، حتی دزگیرش قرار عوض شه، سیستم امنیتیش عوض شه، خیلی داستان داریم روی این ماشین، خیلی جاهاش باید اصلاح بشه، خیلی جاهاش باید تغییر پیدا کنه، حتی خیلی کار داریم. حالا امیدوارم که تو پارت های بعدی همراه هم باشیم که ببینیم قراره چه اتفاقاتی بیفته. الان مثلا تو پارت بعدی احتمال زیاد بخوام بریم سر شیشه دودیاش، چون تنها چیزایی که الان دستم بازه انجام بدم خودم الان انجام میدم، شروع کنم چیزایی که بشه قبل بدنش انجام داد. بدنه رو باید بذاریم بعد عید. الان فصل زمستون هستیم، بهمن، توی ماه بهمنیم. خب ماه بهمن هوا سرده و از کسایی که پرسیدم نقاشی انجام دادن برای ماشیناشون گفتن که آقا تابستون انجام بده. چرا؟ چون هوا گرمتر، رنگ زودتر خوش میشه، راحتتر خوش میشه، پوسته نمیشه، ترک نمیفته و همچین داستانای دیگه. حالا اونا رو میذاریم برای اون سمت، ولی لوازمشو میخرم، حالا تو اینستاگرام استوری میکنم، پست چیزی میسازم، حالا اونجا داشته باشید. اگه لوازم می‌خریدم اونجا میذارم، اینجا هم دیگه حالا هستیم دیگه کنار هم دیگه، حالا هر حرکتی بخوام بزنم 0 تا 100 این ماشینو ما کنار همیم. من برای این ماشینم رینگ خریدم. بعد حالا اگه خواستید میتونید برید توی اینستاگرام ببینید، آیدی اینستاگرام هم تو کپشن این ویدیو می‌نویسم، هم توی همینجا براتون میذارم دیگه، همین پایین. بعد رینگی که برای ماشین گرفتم سایزش 15، یعنی رینگ فابریک پراید سایزش 13 کوچیک‌تره. رینگی که من گرفتم سایزش 15 بزرگتره. در نتیجه ما باید لاستیک فاق کوتاه بندازیم برای این ماشین، چون که لاستیک خودش گیر میکنه اون وقت بهش، باید بریم لاستیک فاق کوتاه براش بگیریم. حالا هر کاری بکنم روی این ماشین براتون ویدیوهاشو میگیرم بخوام، چون دارم کاپ براش طراحی میکنم. کاپی که میخوام برای سایز 15 برای پراید نیست، یه دونه ساختم، حالا ادامه میدم، آموزش ساختش هم میذارم. اگه کسی همچین رینگی خواست بخره، همچین کاپی خواست، بتونه خودش درست کنه، چه جوری بره درست کنه یا هر چیز دیگه. حالا کاری نداریم، وارد جزئیاتش نمیشیم، وارد اون حاشیه‌هاش نمیشیم. خلاصه که زیاد کار داریم، خیلی هم کار داریم با جزئیات فراوان. خب شاید خیلی چیزا رو الان یادم نیستش توی ویدیو بهتون بگم، حالا طی ویدیوهای بعدی میبینیم با هم دیگه بهتون میگم. حالا مثلا راجع به آپشناش صحبت کردم، راجع به اینکه قرار مثلا بدن این آینه‌شو درست کنیم صحبت کردم، خیلی چیزا شاید یادم نباشه. بعد خیلی ابزار نیاز دارم، ابزار باید بخرم برای یه سری از کارها، حالا اونا رو میگیریم به کنار. اگه چیزی نگفتم تو حالا ویدیوهای بعدی حالا بهتون میگم، خیلی چیزا شاید یادم نباشه ولی برنامه‌ها دارم برای همه کارش. صفر شویی بشه قشنگ دوباره مثل قبل، کلا 0 تا 100 ماشین باید لخت شه. حالا اینا میره برای بعده، کار سطحیشو که بتونیم انجام بدیم تا قبل عید انجام میدیم، بعد عید که میایم دیگه شروع میکنیم 0 تا 100 بازسازی اساسی. همتون گرم که تا اینجا ویدیو اومدید. اگه اومدید یه کامنت قلبی چیزی برام بذارید، من همه کامنتاتون رو میخونم، لایک میکنم، حتی شده باشه جواب میدم به خیلیاشون. ویدیوهای آینده حالا شروع میکنیم پارت به پارت، شروع میکنیم انجام دادن کاراشو. همراه من باشید. فعلا